ماهی 1 میلیارد بهتون حقوق میدن. فقط باید هر روز با این پانداها بازی کنید. توی چین یه شغلی هست به اسم پرستار پانداها که حقوقش ماهی $10,000، یعنی حدوداً 1 میلیارد تومن. و در ازای بازی و مراقبت از این حیوونا بهتون پول میدن. اما حواستون باید باشه، چون این کار اونقدرها هم آسون نیست. چون پانداها در خطر انقراضن، باید مثل بچه کوچولوها ازشون نگهداری کنید. بهشون غذا بدین، باهاشون بازی کنین و حواستون بهش باشه. این حیوونا حسابی پر انرژی و شیطونن. خیلی هم به پرستاراشون وابستن. از لحظه ای که وارد محفظه‌شون میشین بهتون میچسبن. باید خرابکاری هاشو تحمل کنین. توی این کار فقط 1 ماه در سال مرخصی دارین. بقیه روزها رو باید با این خرسای سیاه‌سفید سر و کله بزنید. حالا شما بگید حاضری در ازای ماهی 1 میلیارد تومن این شغل رو قبول کنید؟